یکی از دخترم دیگرش باشه پسرم من چیکار کنم؟ من رو ببخش دخترم. رو از اینجا رو. از اینجا رو. شما کی هستید؟ زودتر رو. آوازتون شناس می نماید مگر شما رو میشناسم. گفتم گریز. پسرم برادرم برفی مرا ببخش دخترم. دخترم ببخش مرا دخترم. خود بیا دخترم. برفی خوب هستی؟ بیا خوجا بیا از اینجا می رویم. زودتر باش زود. تو با اون طرف هم بایش. خدایا مدد کن. زودتر باش. موجده مامان چی شد؟ یک کس از پشتت زد. اگر رسیدن می آمدم تو را می کشت. آن دختر کجا شد؟ اون شخص او را گریزاند. تشکر به تو زبیر برای نجات دادنت. موجده زبیر اینها کجا شدن؟ بده. ها چی گفت شد؟ با ما حمله کردن. کی حمله کرد؟ دختر را دستگیر کردن. کسی با پشتم زد. از هوش رفتم. زبیر مرا نجات داد. کی موجده را زد؟ نمیدونم رویش را ندیدم. مادامی که موجده را نجات داده باشه چطور او را ندیدی؟ تو دروغ میگویی. دیدم مردی از این جسه بود اما او را نمیشناسم. کی بودنش را هم نمیدونم. دختر را گرفته گریخت. بچه‌لر کجاست؟ او را ندیدم. ابله این را ندیدم وی را ندیدم. پس چی را دیدی؟ چرا ایستم؟ این آدم دروغ میگوید. تو مرا بد میبینی برای آن که خلطه ها را یافته دادم. گپ زنیش را بین. تو چی گفتن میخواهی؟ بده. وقتی به قرارگاه رفتیم بسی من گوی مسئله رو خودش حل کند. دختر به کجا گریخت؟ به آن طرف. زود رفت آنها را یابید. هم بچه و هم دختر را یابید. بلش بده. آنها را زود یافته به قرارگاه بیارید. به قرارگاه میرویم. راه گرده. ایستا به تو کمک کنم. زینب کجا شدی دیدم؟ خواطر شدم. یکون کس تو رو ندید. قریب به دست می افتادم زینب. من به تو گفته بودم که نرم. بیا به درون درم. حاجت به پنهان شدن نیست زینب. آنها از دیه رفتند. بله رفتند. اما نفرانی زیاده رو با خود بردند. دختری امکت آیشه رو هم بردند. چی؟ آیشه رو هم بردند. دختر جانکم وای دخترم مادر کنم نگهدار خدا جان دخترکم دخترم وای دخترم خدایا در فدای نگهدار دخترم را وای دخترکم یه نکنه دفعی گلی سردازون خبر میگیرم خواهیشه رو بیابن انشاءالله. حالا میبینید خواهینان رزی بهانه ها در آمد آدم جمع میکنید.
همین طور در خانه هایتان میشینید. گوش کنید اکا، از دستمون چی میآید؟ شما گمان میکنید که ما رو نمیپراند؟ صبر کنید اکا. پدر تو ترسی نرو خومی. من میروم، دخترم را میارم. بیایید. صبر کنید اکا. شما چه خیلی جوان مرد هستید ها؟ آرون آمود داره، همین طور نیست. جان، آنها سلاح دارند، کارشان آدم کشی. چی طور من و شما مقابل آنها میبراین؟ حرفی ما را میپرند. پدر. زینب دخترم. علی چی حال داره؟ خوب هستی؟ خوبیم پدر. آیشه رو بردند. ها دخترم بردند. هیچ کار کردن نتوانستیم. از دست ما چی میآید؟ زود باشه، هده آماده شوید، میرویم. کی بود این آدم؟ برای چی با من یوری داد؟ خوجا نترس، اونها رفتند. بیاید آقای دکتر، ما هم زودتر رویم. صبر کن خوجا، اول یک با خونه امک عبدالله رویم میلش. بیا. چی شده است بابا؟ چی شده است؟ همه‌شان رو کشتن. نخواستی همه‌شان رو کشته باشن. بیچاره ها مدادی ما گرد تا کلمتنی برگون نکرده باشه. تو همین جوی است. این بیرحمی است. خدایا تو بزرگی، هیچ گناهی رو به جزا نمیمونی. زودتر باشد، وقت را نگیرید. دیدی، دیر کردید. باید حالا در قرارگاه می بودید. خودی ها در جمع شدیم سینون. آدمانی جمع کرده کن همین هایم. بله سینون. بله سینون. آن بچه در کجاست؟ نیافتیم. چقدر نیافتید دیدی؟ بچه را دکتر گریزانده است سینون. از پسش آدم فرستادن. دکتر، حالا ایست دکتر. اگر روی خاطر استبار نمی بود نابودش میکردم. اگر چکار میکنیم؟ تشکیلات از ما یک فدایی را انتظار است. چیکار کنیم؟ مجده دکتر رو دستگیر کردن. خواست است بچه رو دستگیر کنند. ناگاه شخصی پیدا شده بطری مجده زده دکتر رو گریزانده است. همین طور میگوید. همین طور میگوید؟ ها. تو چی گفتن میخواهی بدی؟ در وقتی حادثه تنها زبیر همانجا بوده است. او این را گفت. من به این آدم باوری ندارم.
خودی او دختر را گریزانده است. غیر از این دایم همراه مژده است. هر دوشان با هم تماما نزدیک شدند. من از دبیر شبهه دارم. شاید دختر را او گریزانده باشد. دختر را او گریزانده است. از مژده هم یک لحظه جدا نیست. همین طور. بله همین طور. چرا او را نگاه می‌داری؟ او را به قتل رسان. باز چرا انتظار سینا؟ تو اینجا بیا. تو چیکار کردن میخواهی؟ چیکار کردم سینون؟ دختر را تو گریزاندی. نیا کماندون. دروغ نگوی ابله. مژده اینجا بیا. همین آدم به سرت زد. مژده همین مرد دختر را گریزاند. من مژده را نجات دادم کماندون. خاموشی است. گپ زن مژده. در خاطر ندارم. به خاطر بیار مژده. من تو را نجات دادم. تو کی هستی؟ این من زبیر. من تو را نمیشناسم. لیکن شنیدی بدی در خاطر ندارد. باز تو میگویی که اینها دوست شدند. سینون این سینون آنها تو میگویند. کارت را کن. آماده شوید. میرویم زاد. میرویم زودتر باشه. زودتر راه گرده. او دختری رفیق آیشه است. کنیاک طرفیست. تشکر خیزبان. نوشی جان. نه تلفن کار نمی کند. گذار. اکنون چطور به سربازان خبر بدیم؟ چطور؟ بله زند از کار برآمده است. باری دیگر زنگ زن رئیس. کار نمی کند آخر. به من ده؟ الو دیده از من تو یکم کس تکنیک را میفهمد؟ ها؟ اگر فهمد آماده تعمیر کند. من نمیفهمم. از برای خدا رئیس یک بار دیگر زنگ زن. یک بار دیگر مرحمت گوش کن. آواز هست؟ نشنوی؟ هست؟ آواز هست؟ به خدا نیست. انا گوش کنید. اینجازه. الو. یگان آواز نیست. بله البته نیست. برادران خفه نشوید. و سربازان خبر دادن نمیتوانیم. خوب اکنون چیکار میکنیم؟ همین طور نگاه کردن نمیشه. چیکار میکنیم رئیس؟ آنها آمده فرزندانمان رو گرفته برند و ما همین خیلی چی نیم هست؟ کار میکنیم ما. درست میگویم. چیکار کنیم رئیس؟ من چیکار کنم؟ بیایید برادران. رفتیم اکر. خفه نشو آقای حامد. بیایید برادران. زودتر برایید. اکر زیگ نشوید. البته یگان چاره میابیم. راهی یگانه این سلاح هست حامد. دیگر چاره نداره. آقای رافع چه سلاح؟ مگر این راهی حل است؟ برای نجات فرزندانمان مگر چاره دیگری هست؟ هست البته. چارهش جناب سبا است. جناب سبا؟ بله جناب سبا. بله میدانید که جناب سبا با تشکیلات همکاری دارد. در نزد تشکیلات آبرو دارد. اگر گپ را گیرد یک بار به نزدش روید عایشه را هاپی کرده از ذات تشکیلات بگیرد. من با طرفداران تشکیلات همکاری نمیکنم. ما با این گونه آدمان رفت آمد نداریم. باز هم یک فکر کنید آقای حامد. رفتیم حامد. رفتیم اکر. پدر چیگه؟ شما تلفن از کار برآمده است. از کار برآمده است گفتم. از کار برآمده است. تمام. تلفن از کار نبرآمده است پدر. تیمش کنده است. با من گوش کن. دختری به عقل اگر در این باره به کسی گویی زبان را کنده می‌پرپایم. فهمیدی؟ به خانه درو. بدی از بین اینها یکم فدایی نمیبراید که چه؟ سه نفر میویان.
آن بچه در کجاست؟ بچه را دکتر گریزانده است اینو. رزلان ناوده برای حیوان، دفع شد از پیشم، دفع شد. های بردی اینجا بیا. لا بایسینو. اکنون چی کار میکنیم؟ تشکیلات از ما فدایی انتظار است. کچه تو آنها را گرفته به قرارگاه بر. رو مالش کچه زود باش. بدی مجده زبیر با من بیایید. ها بله. سینو با کجا میرویم؟ به خانه جناب سبا میرویم و البته برای ما نگار فدایی میآورد. بیایید. همه تون روز به قرارگاه روید. فدایی با تو یاری داده میتوانم برای این جوانی را میشناسم. کار خوب میشود جناب سبا. با تشکیلات قول دادم اگر یک نفر نفرستم سرم در بلا میماند. وقتی که در دست فدایی نداری چرا قول میدی برادر؟ یک کودک بود جناب سبا. کجا شد؟ پرید رفت؟ کودک را دکتر گریزان جناب. نخواد. اگر روی خاطر شما نمی بود آن دکتر را. پدر جان گفزم بیرم به اسب سوار شدن میخوام. چی؟ به اسب سوار شدن میخوام. آفرین پهلوانی پدر رفته به محمد گوی تو را به اسب سوار میکند. پدر جان جناب سبا سرتان تماما سیاه شده است. البته. یعنی این طور باشد با دکتر کاراتان تمام شده است. تمام شده است. چی بود؟ من به خاطر شما به دکتر دست نرساندم. من با دکتر کار ندارم. چه کاری که میخواهی کردن گیر کاردار نمیشود. دکتر لین این دفعه خلاصی نداری. مرحمت. خوجا؟ آقای دکتر با مطلب قبول شدی خوجا. نیم بعد در خوابگاه همینجا میخوانیم. با آقای مدیر تشکر گوی. تشکر آقای مدیر. تشکر به شما. بیا خوجا با تو جای خوبت رو نشون دیم. آقای دکتر خدا از شما راضی باشد. خدا جای مادرت رو جنت گرداند خوجا. با کوشش های اون کس به اینجا آمدی. کاش که اکای بکری هم کاش که اکم هم در همین جو می بود. با جای او تو میخوانی خوجا. به خاطر مادرت و به خاطر اکت این کارو میکنی. دیگر کودکان دی همون چی؟ آنها چی میشوند آقای دکتر؟ رو خوجا رو. اونها نیز نجات میابند خوجا. همه‌شون نجات میابند. تو را از باندارو خلاص میکنم.
سینام بسیار خوردم، دلم بیهوده شده است. بده رفت هوای تازه گیر. خوب می شود. زبیر کجاست؟ سینون چه شد؟ زبیر نیست. اون مبلغ ریخته است. زود رفتم مجده را خبر گیر. مجده در کجاست؟ من از کجا میدونم بدی؟ رفته یاب. هایست. چی شد بدی؟ زبیر در کجاست؟ نمیدونم. سینون چه گپ شد؟ مجده در جای خوبش. زبیر چه؟ با خدا نیست سینون. بدی زبیر را باید یابیم. در کجا میگردی؟ برای قضای حاجت برآمدم. زود رفتن خواب کن. رو زود. سینون این احمق چی کاری کردن میخواهد؟ با دقت باش. دخترم، من آمدم. برای بردنت آمدم دخترم. تو کی هستی؟ از من چی میخوری؟ من مادرت هستم دخترم. مرا نشناختی مگر؟ تو خواهی هستی. برفی خواهی هستی دخترم. مادر بخیر است انشالله. این خیلی خوب بود. چند روز شد مادرم رو خبر نگرفتم. یا اینکه خدا نگه دارم. دخترم رو بردن.
چیکار نکنم دخترکم را بردن. اینجا چی واقع شده باشد؟ خسته نباشید آقایان. سلامت باش رئیس. تلفن را تعمیر کردی رئیس؟ نه، آن تلفن تعمیر نمیشود. شما با تلفن مدد خواستنتون رو مانید و به نزد جناب سبا روید تا مسئله رو حل کند. دخترتون هم زودتر برمیگردد. چیکار میگویی رئیس؟ از جناب سبا یگان چیز خواهیم. اون نیز البته یگان چیز میخواهد. نزد جناب سبا سرخم کردن، یعنی نزد تشکیلات سرخم کردن است. آقای رافع، خوب فکر کنید. آخر او دخترتون است. برای او را نجات دادن چاره دیگر ندارید. من برای خوبی کار میگویم. خیر خودتون میدونید. یعنی به من ده. پناهتان با خدا. خیر نباشد. خیر مالهایتان رو نقض کنید. خوش آمدید آقای طاهر. دیر کردید، بسیار خواطر شده. خوجا رو با مکتب برده ماندم دیلو. بسیار خوب، اما خیلی خسته می نماید آقای طاهر. از سلاح دارم با دشواری نجات یافتم. خدا رو شکر. یگان چیز می خواهید؟ شاید گرسنه باشید، رفته خوراک میارم. دیلو، هیچ چیز نمیخواهم. در دیها یگان واقعا رخ داده است. سلاح دارم و دیها اومدند. مجده، دارو در کجاست؟ مجده نمیدونم آقای سینون، در جیبم بود. سینون، همه جای خونه رو کفتیم، یگان خیلی دارو نیفتیم. بله، نیفتیم. تا قرارگاه صبر کن، میاریم. آنها از حد گذراندند. سینون حتی مرا هم بردنی بود. نامردها. خودت خوبی دیلو؟ و تو ضرر نرسید؟ من خوبم، خواطر نشوید. اما دختران زیادی رو بردند، حتی دختر عمکی رافع رو هم. عمکی حمید خیلی غمگینند. زینب رو نبردند؟ خدا رو شکر که عمکی حمید او رو پنهان کردند. خدایا شکر. حالا در وقتی نبودن بابا ابراهیم آنها از حد گذراندند گویا؟ راست میگویید. وای، سمچه نوشته‌تان با زینب خیلی پسند آمد. با تو گپ میزند؟ آشتی شدید؟ بله، آشتی شدیم. زینب همراه کودکان است همینطور نه؟ بله، در آنجاست، لیکن مشق را قطع کرد. چرا؟ پس از این قدر واقعه‌های در دهه‌مان روی داده در آزمون اشتراک نمیکنم گفت. یعنی از تشکیلات دخترت را گرفتند و تشکیلات تنها گپ شما میگذارد. اگر خواهید دخترم را از دستشان گرفته میتوانید. البته دخترت را از دستشان میگیرم آقای رافع، لیکن دو شرط دارم. چه خیل شرط؟ از این پس با تشکیلات همراه میشوی. چطور جناب سبا؟ من این گونه کارها را نمیفهمم. مرا با آن بیدین و به ایمان ها همراه نکنید. شرط دویمم، جیانت به ما ضرری بسیار رسانده است. آن معلمه را آورده به ما میسپاری. جناب، این چه شرط است؟ زینب جانم می شود، دختر دادرم است. من چطور او را آورده به دست شما میسپارم؟ خودت میدانی آقای رافع، یا جانت را میاری یا دخترت را فراموش میکنی. شما تماما انصاف نداره جناب سبا. آخرش خیل می شود. یکون چیز دیگر دیم چیه؟ چوربا دارم، چوربا میدیم، همش را گیرید، همش را میدیم. تو دخترت را با چاربایان برابر میکنی. این سخنی آخرینم است. آقای رافع، خودت میدانی، یا دخترت یا جانت.
مایلش لیکن به من کمی مهلت دهید. با تو 5 روز مهلت. اگر در مدتی 5 روز معلمه را نآوری عاقبتش را خودت بدانی آقای رافع. زودتر باشید، وقت را نگیرید. با تشکیلات خوش آمدی آقای رافع. خدیجه کلی برای چرا ایستاده زاد؟ رافع در اینجا چی کار میکنن؟ حاضر می آیم آقای رافع. زنان دیدی شما رفتن گیرید، من رسیده می آیم. خوش شد سینم. در ده یک جوان است، در سن کودکی خانه‌دار شده است، لیکن زنش رو پرتافته رفته است. عاقبت جوان و دختر معلوم است. از روی عرف عادت باید دختر را کشان نمیتوانی؟ بله، لیکن جوان دختر را بسیار دوست می‌دارد. پراندن نمیتواند میگوید، اما آدمان او را مجبور میکنند. عاقبت چه شد؟ جوان دیوانه شد. این خیل آدم را فریب دادن آسان است. این طرفش را به من بدار. من فدایی را یافتم. با باوری و قرارگاهت رفت سینان. تشکر جناب سبا. خیر تا بازدید. سینان، در بین آدمانی جمع کرده اتان دختری رافع هم بوده است. او را با دهش بیرست. با رافع مصلحت کردیم. این به تشکیلات کمک میکند. غیر از این در مدت 5 روز معلمه را هم آورده با ما میسپارد. یعنی در نتیجه کارها خوب می انجامد. بسیار هم خبری خوب بود. خوش میماند. صحنه‌چه رو بازی میکردن بسیار خوب میشد اپا. بله خواهش میکنم بازی کنه معلمه. بچه ها منم خیلی میخواستم، اما در این احوال چطور بازی میکنیم؟ غیر از این با این احوال نمیدونم چطور میشود. همه اندوهگینند، ترسیدند. با این احوال هیچ کس به فرزندش اجازه نمیدهد که در مسابقه اشتراک کند. حق است، لیکن این معنای آن را ندارد که ما آنها را راضی کردن نمیتوانیم. طاهر خوش آمدید. خوش آمدید آقای طاهر. خوش باشید بچه ها. برای صحنه چه نوشته‌تان تشکر زیاد طاهر، لیکن ما اون رو بازی کردن نمیتوانیم. شما بازی کردن میخواهید بچه ها؟ خیلی میخواهیم آقای دکتر. بسیار میخواهیم آقای دکتر. نباشد با مسابقه بین مکتب‌ها تیاری بینید. اهل بیرا همه غمگینند طاهر. با کسی چیزی گفته نمیتوانم. با اونها حق هستم و من هم دیگر قوت ندارم. خیلی خسته شدم. مگر ما این صحنه چرا وحدت ملی نگذاشتیم زینب؟ مردم این منطقه با این صحنه اثر وقت دیده حاضر احتیاج دارند. نتیجه این بسر و سامانی ها در نبودن وحدت ملی است. این صحنه چه در اصل چگونه بودنمون رو میفهماند، یک جای بودن و یگانه بودن و پرقوت بودنمون رو میفهماند. ما نباید پس گردیم. پس گشتن این مغلوب شدن است. آخر تا مسابقه وقت خیلی کم مونده است طاهر. ما باشم یگان مراتب مشق نکرده ایم. به مشق موفق نمیشویم طاهر. موفق میشویم. باید موفق شویم زینب. من هم کمکتون میکنم. همه یک جای با کمک یکدیگر با مسابقه تیاری میبینیم. مایلش طاهر، چه خیلی که خودتون خواهید. بچه ها رفته همه کودکان رو جیغ زنید. زودتر بیاین تیاری میبینیم. خوب شد از معلمه. کنی بچه ها روید، زود باشید.
زینب، من نه از دلسوزی به بیماری تو با تو خونه دار شدنیم. دیگر این موضوع رو نکشوید. التماس. گذر. زود باش. تو هم گذر. گیر. اینها رو پوشه. زود به درون دروه. من خود دیگران و دختران در یک جا ایستم. برای چی نمیستادن؟ های با گناه از چرای کار میکنی؟ هم عیب و هم گناه را پیش برا. تو هم نگوشی بود؟ خوش آمدی خواهر. آنها را یافت سینان؟ یافتیم. چیکارها رو انجام دادی؟ لباسای گفته‌ات را دادم، آنها را می‌برم. نه خوش آمدی. آماده ای که برای دعوایمان مبارزه بری؟ ها؟ مجرد دارویش را گم کرد. زود خبر ده تا برایش دارو بیارند. مالش، لیکن چطور دارویش را گم کرده است؟ من از زبیر شبه دارم. گمان میکنم دارو را او گرفته است. چرا او میگرفته است؟ او دارو را چیکار میکند؟ سینان، من از او در حراسم. او را کشیم خوب میشود. کمی صبر کن بدی، میفهمیم. تو را زیر نظارت گیر. تو باشی هر چیز زودتر خبر ده تا دارو بیارم. همین که دارو آوردم زود با او ده. فهمو سینان. مرحمت جناب. گذار. جناب، چه گپ؟ از تشکیلات خبر فرستادند. آدمانی را که روزی گذشته از شهر آمده بودند، خوش چی شده است؟ همه‌شان را در راه کشتند. همه‌شان را؟ بله جناب. خدایا کاش مادرم آنجا نباشد. تو با کجا میروی؟ عزیز، آدمانی که روزی گذشته برای به تشکیلات داخل شدن آمده بودند همه‌شان را کشتند. راست است؟ راست است. کاری تو چی؟ گریه کردن ایست. راست کارات رو کن. مادر، این چی بلا بود که به سرم آمد؟ مادر جون. به منظورم آمده اقلا یک بار مادر گویم. اون هم برایم بس. به برام بگویم مادر جون. خواهشتان را اجرا میکنم. برای چی گریه میکنی؟ در بین اونها مادرت بود یا پدرت بود که ناله میکنی؟ چی گفت است؟ چرا گریه میکنی؟ همان شخصی رو که هم به هم گفته بودم. بعد؟ او در اصل مادرم بود. تو مرا بی عقل فکر کردی. چکل مادر؟ نگه ریشدار بود. به خدا مادرم بود عزیز. آن ریش ساخته بود. برای بطری رو نجات دادن پنهانی به مشکلات همراه شدن. همان ریشدار زلال بود؟ بله قسم میخورم که مادرم بودن. التجا میکنم عزیز، خواهش میکنم جسدشون رو به اینجا بیار. هیچ نباشد اون رو گورو نمیرسی بود. خدایا توبه. به این زن میگرد. یعنی زلال با تشکیلات همراه شده بود؟ این رو خورد دخترم. با تو یک چیز گفتم میخواهم. چی گفتم میخواهی؟ گوش کن دخترم. من سخت پشیمان شدم. درک کردم که این راهی درست نیست. بین آدمان میگن نه دین دارند و نه ایمان. آنها با کردها هم هیچ علاقه ندارند. گفتنیم که من از اینجا گریختنیم. بیو تو رو هم گریزاندم به نزد مادرت برم. من نمیگریزم. یک سرباز رو پروندم. حبس شده نمیخواهم. یگانه جایم تشکیلات است. تو دختر خوبی. باور ندارم که کسی را کشته باشی. حتما در این کار نافهمی شده است. رد از اینجا. سری ما رو در بلا نمان. های او را تنها دیده چیکار کردن میخوایی؟ هیچ.
فقط صحبت میکردیم. دروغ نگوی ابله. یگان کار نکردم چرا جنگ میکنی؟ معلوم میشود که تو دردی دیگری داری. دمت رو گیر ابله. خاموش. من تو را تو کاردانش هم بوجده. بدی من او را میکشم. در اینجا چه گپ است بدی؟ چه گپ است گفتم؟ این ابله با مجده صحبت میکرد. چه نقشه در سر دارد؟ مجده چه گپ است؟ هیچ گپ نیست آقای سینون. با من خوراک آورد. همه شمید. خیز تو نیز همراهی ما برای عملیات میروی. کاردار نشو بدی. مجده بیا تو هم همراهی ما میروی. مایلش آقای سینون. بیاید میروی. سینون این آدم چی کاری کردن میخواهد؟ کارت را کن بدی. تو با من باور نمیکنی سینون؟ باور میکنم. اول باید چی کار کردنش رو فهمیم. بیخلطا رو همان طور یافت که گویا خودش گذاشته باشد. بله. شاید از آدمانی تشکیلات باشد. شاید ما را میسنجد. لیکن تو با دقت او را نظارت کن. اگر یگان کاری خطایش رو دیدی به من خبر ده. جزایش را خودم میدیم. راگرد برویم. ای مجده با من دخالت نکن. سرم را در بلا نمون وگرنه به سینون میگویم. گوش کن دخترم. چطور به تو نزدیک شوم؟ چطور تو رو نجات دهم دخترم؟ چی شد با شما؟ کنی بگویید؟ آنها را پدر مادرانشون اجازت نمیدینن اپا. آنها خیلی میخوان لیکن من به شما گفته بودم. پس نمیگردیم زینب؟ این طور باشد به خانه های کودکانی که نقش میبازند یک با یک میگردیم. میشود بیا میرویم. معلم زینب شما رو میفهمم، خیلی خوب میفهمم، لیکن احوال ده رو میبینید. سلاحداران هر روز به ده اومده نفر رو میبرند. خدا نشان ندهد اگر باری دیگر به خانه همون بیایم این دفعه ما رو میکشن. اما پدر جان بسیار خواهش نکن. نمیشود دخترم نمیشود. گوش کنید اگر خواهر خفه نشوید. التماس ما رو به این گونه کارو همراه نکنید. گوش کنید زینب از من تنها گفتن است. کسی به این کار راضی نمیشود. این را دانستم. خیر مایلش خودتون میدانید. چی گفت شد زینب؟ میترسن طاهر. آنها حق هستند. با فکرم کوششمون بیهوده است. کسی به فرزندش اجازت نمیدهد. شما به نزد یلدا روید. من حاضر میآیم. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. فاطمه تو در صحنه بازی کردن میخواهی؟ او میخواهد ولی من راضی نیستم. خودت هم میفهمی. حالا وقتی این گونه کارها نیست آخیر. این طور باشد کی وقتش میشود؟ مرا گوش کنید. وقتی که ما این رفتار نمودیم ترسیدیم و خود را به قفا کشیدیم اصلا وقتش نمیرسد. اگر خودی حاضر و مستعد راه این راهزنها نشویم فکر میکنید آنها از کودکانتان را به کوه برآوردن دست میکشند؟ فکر میکنید از طلا و تاراج کردن ریزق و روزی فرزندانتان دست میکشند؟ نگاه کنید این مسابقه شاید یک فرصت شود تا آدمان از احوال بدی مردمی ده باخبر شوند. حداقل از حال و احوال مردمی ده همان از نزدیک شناس شوند. بعد میبینید که چطور به ده همان دست کمک دراز میکنند. اگر ما ترسیم آنها چی کاری که خواهند همان رو میکنند. وظیفه ما نزد آنها سرخم نکردن، مبارزه بردن، یعنی تسلیم نشدن است. کیستی؟ بیگانه نیستم زبیرم.
بفی مادر خاموشی دخترم. مادر چی طرف اینجا افتادید؟ برای بردنی تو اومدم دخترم. مادر جون من یک آدم رو کشتم، دستم رو به خون زدم، رفتن نمیتوانم. در این کار حتما نافهمی شده است. تو به کسی ضرر نمیرسونی دخترم. درست میگوید مادر، اگر مجبور نمیشدم نمیکشتم. همین دفعه مجبور بودم، برای ناموسم کشتم. دیدی بفیدم به خاطر ناموست کرده ای. کسی تو رو به یکان جوی نمیبرم. جنگی مادر رو همینجا تو رو پینان میکنم. کسی نمیدم تو رو. فقط تو روزیشم دخترم. بیو گریزی زی جوی افلوس گریزی. میگریزی مادر. مادر به این طرف. ایسته اونجا. چه گپ است؟ از کجا آواز برآمد؟ گورستان سینون با اون طرف. تو همینجا ایستاده مرا حمایت کن. مایلش چی شده؟ چه گپ است در اینجا؟ با اون طرف گورستان. در پشت خرسنگ ها کسی هست. احمد مادام گورستان چرا ایستاده ای؟ از پسشان روید حیوان ها. دستگیر میشوی مادر. سود من هم میشم. توش به نزد اونها رفتم. مادر جون شما رو میکشن. به دیگر طرف ترم. در این رفتم. ایستد نگریزید. مزدک چی گپ شد؟ گریختن. کی بودنشون رو نفهمیدم. مجده او که بود؟ نمیدونم، در طوری که نشناختم. پراکنده شوید. همه جای را کابل زودتر رفتم زود باشه زودتر. ایست. این من زبیر. تو در اینجا چی میکابی؟ گریزه ها را میکابم کماندون. گریزه رو با چراغ میکابی؟ سلاح در کجا سبله؟ از سراس مگه فراموش کردم. رم از اینجا رو. از نظرم دار شو. میرویم که چه؟ خدا این پرچم کجا شده باشد؟ خسته نباشی خانم کزبان. خیرت چیکار میکنی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ پرچم رو میکوبم پدر. الان یفتم. پرچم رو چیکار میکنی دخترم؟ سهله چه میمونیم پدر؟ در اونجا پرچم لازم است. کزبان ایستا دخترم. یادم نیست چیکار سهلش بوده است؟ شما نمیدونید پدر؟ معلم زینب کودکان رو گروه صحنه چه آماده میکند، در مسابقه بین مکتبی اشتراک میکنند. یه هی آبی کلام رو میبرد همه بشناسد. تو چیکار کردن میخواهی معلم؟ صحنه چه بوده است؟ فهمیدم سردارم، فهمیدم. چارش رو میبینیم. انا باز بهتر میشوی. وقتت خندید مجده. دروغیت را آوردن. تن اینها را خور. اینها بسیار نیستند که چه؟ خور هیچ گپ ندارد. خور مجده خور. اطاعت. فهمیدم سردارم. خورید بچه ها، خوراکتان رو خورید.
چی گفت شد سینون؟ در بینمون یک خواهین از گفتند. نه از روی گم شدن دارو گمان میکنم که خواهین عمیق زدید است. کی بودنش را میفهمیم. چرا آنها به من مینگرند؟ همه‌اش را از خود کردم معلم، لیکن مادرم اجازت نمیدهند. چرا با او اجازت نمیدهی؟ احوال دیه را خودت میدونی زینب. حالا وقتی صحنه چه نیست. شما حق هستید خانم زهرا، اما حاضر عین مدعا است. آنها تنها ما رو ترساندن میخواهند، آینده فرزندانمان رو دزدیدن میخواهند. چرا با این اجازت دهیم؟ در اصل باید خودی حاضر این کار رو کنیم. چی میخواهی در آینده فرزندانتان مثل آنها شوند؟ شاید این صحنه چنان با آوازه دیه رو به بیرون برآورد، یا شاید دقت مردم رو به خود جلب نموده در دیه‌های کوچک ما رو به بیرون میکشاید. مگر این بد است خانم زهرا؟ خیر میلش، تو معلوماتی عالی داری، خوب سر میفهمی. دختری مرا هم به صحنه چت همراه کن. تشکر مادر جان. تشکر خانم زهرا، تشکر. خوب بیا رفتیم جانتان، رفتیم. چی میگوید؟ چیکار کردن میخواهد؟ کدام در کشاده میشود که آوازه دیه را میشنود؟ انا تشکر بگیرید. تشکر خیزبان. انا اینها رو هم به شما آوردم. اینها را به ما ده خانم خیزبان. خدایا توبه، این دختر مگر دیوانه شده است؟ مرحمت. به من ده، من میدونم. نترس. زینب ایستو. حامد شهباز. شنیدم صحنه شما در میخواهی؟ با خواست خدا در مسابقه اشتراک میکنیم حامد شهباز. برای دهمون خیلی خوب میشود ها؟ انشاءالله. خیر مالش برای کار. تشکر، تو بازدید. خیر تو بازدید. در یگان خیلی مسابقه اشتراک نمیکنی. صحنه چتون رو به سرتون بلا میگردانم. برفین با تو چی شد؟ کاری تو چی؟ رو از نزدم. این من برفین. تو کی هستی؟ من مادرت هستم دخترم. من تو رو نمیشناسم. گفت از اینجا. با تو چی شد است برفین؟ تو رفت گفتم از اینجا رفت، وگر نمیپرونم. رفت گفتم رفت. باز دارو عقلش را ربوده است. چی گفت رئیس؟ فوراً با سینان صحبت کردن لازم، خیلی مهم است. با سینان چی بگویی؟ در وقتی صحبتمون میفهمی تلفن رو ده. زود باشه دغمه نکنه. گذاره یعنی زود باشه. زود در آماده شده. کجا میبرید؟ بسازی از این طرف. کسی دختری رافعه باشد یک قدم به پیش. کیست آن دختر؟ آن دختر کیست میگویم؟ من. نقص تو همینجا میمونی. گذر اینجا بیا. محرم بدی و قرارگاه روه. خوب شده است. راه گرده. کنی زودتر راه گرده. کنی زود باشه.
راه گردید. الو شد فهما من حل میکنم. کچا همه را جرزم و دهه یابی کلام میرویم. بخیر است چنان چی شده است؟ آن دختری خواهین همراهی معلم با سر بالا کردند. این دفعه خلاصی ندارند. هر دویش را هم میکشم. خدایا پسرم را هلاک میسازند. دیلو 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 یکون مشکلی داری دیلو؟ نه آقای طاهر. من به نزد الدو میروم. اگر لازم شدم جغزم. مالش. با تو چی شده است دیلو؟ بابایم حالم برنگشتند. یگان خبر هم نیست. خیلی خواطرم آقای طاهر. دیلو شاید کارشون طول کشیده است. امروز یا فردا حتما برمیگردند. انشالله. کچا تو همراه این دختر در جایی گفتم انتظار شو. وقتی که کارمون در ده تمام شد او را از آنجا میگیریم. فهموسینم. حسن با من بیا. تنی پیشتر شما با من بیاید زود. کلی به من ده. خانم کدام تا اینها نرفت ممکن نیست. از چی میپوشم تو پا؟ خدایا توبه. بچه گفتم زود کار میکنم. انا ببین اومد. این سخنها خیلی مهم است. این رو باید خیلی خوب تلفظ کنیم. باید حسیاتی بلند گویی. فهمون؟ آقای دکتر لابای بیایید خدیجه خوش آمدید. خوش باشی زینب. با آقای دکتر گفتنی دارم. شما رو گوش میکنم. ممکن است در بیرون صحبت کنیم. البته بیایید در بیرون صحبت کنیم. سیلو به دستان میویم. در کجایم؟ وقتی ها خیلی نزدیک آمدن. ایستید من آقام. بچه ها ایستید. سیلو به دستان و ده نزدیک شده ایستادم. شنیدیم همه که امید. آنها آدمان زیاده را از همون بردن. باز دیگر چی میخواهند؟ چی خواستنش را نمیدانم. خائنان دشمنی شمایند. شما را در کجا روی خیابان میپوشند؟ هر دویتان باید از ده روید. با کجا میرویم پدر؟ دخترم بهترش از این ده گریزید. بیایید روید. ایستید کسی به یگونجا نمیرود. همه تون همینجا ایستید. چیکار کردن میخواهی دکتر؟ به یگونجا نمیرویم اما که امید. تا مسابقه وقتی کمی مونده است. باید با صحنه چه تیاری بینیم. شما دیوانه شدید؟ پدر طاهر راست میگویند. این صحنه برایمان خیلی مهم است. سیلو دوران تنها یک روز در اینجا میمونند. لیکن برای اشتراک در مسابقه باید یک سال دراز منتظر شویم. شما فقط ما و کودکان را تو رفتن سیلو دوران در یگون جای بخواب پنهان کنید که مشقمون رو دوام دهیم. بعد از آن در مسابقه اشتراک میکنیم. طاهر درست میگویند. و ما فقط جایی برای پنهان شدن لازم است پدر. فهمو دکترم، لیکن این قدر آدم را من در کجا پنهان میکنم؟ در پس خانه‌مان یک عاقل کهنه‌ای هست. انا در اونجا پنهان میشویم پدر. رفته در اونجا پنهان شویم پدر ها. شما چی میگویید؟ مایلش مجبورم به گفتان گوش کنم. برای انتظار شوید. احتیاط شوید پدر. دیلو رو فراموش کردیم. اونها اومده اول نقطه تیبی رو تکرار میکنند. سعید فهمیدم آقای دکتر. حاضر رفتم با خبر میدم. انتظار میشویم. کجا شدید بابا جان؟ چرا تو حال نمیوید؟ سیاه دارم. در کجای دختری مسخره باز؟ بیرون برو. بده همون آمدیم. بیا گریخته به خانه. چه خیل خانه؟
به چیها بگویی؟ رم از اینجا. مردم که باز دارو دادن، دخترم باز خاطرش را فراموش کرده است. یک بلا کرده او را به خانه برم، شاید یک چیز را به خاطر بیاورد. میرویم بیدی، به خانه معلمم میرویم. شاید در آنجا پنهان شده باشند. راه بگردیم زودتر. بچه ها دارید، زودتر زود باشید. بیایید به این طرف. پس کردید بچه ها. دوید زودتر پایان کنید. دوید نمت را گیری ابلا. آقای دکتر رفتن. بیایید زودتر باشید. زود باشید. مرا جر زدید جناب. برون شنیدم با تشکیلات خائن همراه شده است. از سینون خبر دادن لازم. با دقت باشد. فهمو جناب، من زود رفتن خبر میدیم. عزیز، چه گفتن میخواهی؟ جناب، از آدمانی هفته گذشته با تشکیلات همراه شده کسی زنده مانده است. چی با یگان تویش خاندار شدنی بودی ها؟ از تکبیر الله جناب. یک مرد بود، نشانزنی خوب بوده است. او را رها کردند. حتی دیروز همینجا بود. چی شده است؟ همسرم خدیجه یک مادری بیعقلی دارد. دخترش در تشکیلات است. برای او را خلاص کردن با تشکیلات همراه شده است. لیکن او مرد است. به این چه علاقه دارد؟ گوش کنید جناب، آن زن ریشی سنی مانده است. حتی من او را نشناختم. او چه خیل زن است؟ او زیدی تشکیلات است. ما را هیچ دوست نمی‌دارد. فکر میکنم انسانی خوب نیست. یعنی خائن همان زن است گفتنی ها؟ فوراً به سینان خبر ده. او را یافته آگاه کن عزیز. مرا فهمیدی؟ سینان در کجاست جناب؟ از جهه آبی کلان رفتنی بود. همانجاست. میلش من روم. رو زودتر رو. مادر خدیجه مادر جان خاموش دخترم. عبوزت را نبرا. خدیجه برای چه اومدی؟ چه گپ شده است؟ مادر جان همراهان تو رو کشتن. من فکر کردم که شما هم مونده. به نسی برات رفتی؟ بله دختری بودم که برات. خاموش خوب شد که تو را دیدم. مادر جان قربانت باشم. مادر جان مادر دیگه خوبم. اکنون به خونه میرم. هیچ چیز رو نمیفهمم. چرا گریختن نمیروند؟ در آغیل کونه چی کار میکنند؟ آنها با آزمون تیاری ببینم. سلاحداران به ده آمدن. میفهمی؟ آمید میفهمم اصلا میفهمم، لیکن چیکار کنم؟ معلم کجاست؟ سینون دخترم در دهان نیست. مجده خانه را کابید. صبر کنید. همه جا رو کابید. صبر بکنید. صبر کنید.
با جناب سبا گپ زده بودم. باید دخترم رو رها میکرد. حالا وقتی ها نیست. رو کار را کن. در همینجا ما رو منتظر شدیم. بیایید. یگان کس نیست. به خانم درایم آقای اول باید فهمید که در خانه هستند یا نه. بله درست. تو دکتر نیستی مگر؟ بله. رو. سینون تو را میکوبد و دستفتی تو را میپوشد. چرا با من کمک میکنه؟ در اینجا نیست. رو زودتر. باید به درون درویم. رو گفتم رو. گوش کنید همراه هم کدا کنند. باید به درون درویم. سینون در درون است. رو. برید از اینجا میرویم. رفتیم برید. آنها با دری زمین فرو رفتن. اما خانه ها را یک به یک میکوبیم. بیدی زودتر. بله زود باشید. تو در اینجا چی میکوبی؟ در کجا بودنی دکتر و معلم را میدونم. در کجایند؟ با من بیایید. بیدی راه گردید. زود باشید. سینان چی گپ است عزیز؟ مردر شما رفتن گیرید. راه گردید. رفتن گیرید. جناب سبا گفتند که با تشکیلات یک خائن همراه شدند. میدانم عزیز. در اصل و در عروسی من است. برای دخترش را از تشکیلات خلاص کردن با لباسهای مردانه میگردد. آن زن دشمنی تشکیلات است. از روی گفته ای سبا شاید جاسوس دولتی باشد. شاید زبیر باشد. چه آدم است؟ ریش دارد، کلش پس است، چشمانی کلان دارد. شو فهم او زبیرت خودش رفته او را به قتل میرساند. بدی صبر کن. چیکار کردن میخواهد؟ برای کی کار میکند؟ اول این را فهم. برای سردارانمان یا اینکه برای دولت؟ بیا رفتیم. آنها در کجایند؟ به خانه در اومدن. سلاح داشتند. من از پسشان رفته نتوانستم. فهما. راه گردید. دیدی در آمده کابه. در آید تر. دخترم اینجا خانه توست. قربانت شوم به خاطر بیار. دروید بچه ها دروید. زودتر دروید کار میکنی معلمه؟ گذشته شینید چیزی نکنیم. شینید زینب دخترم آب آوردیم. تشکر پدر. با من دی آلدو ما با بیرون نمیبرویم. یکون گپ شد خبر میدهی. معلش آقای دکتر. خیر به شما برای کار فرزندانم. سلامت باشید. تشکر. رفتیم آقای حامد. سینون چه خبر؟ در خانه کسی نیست سینون. تو با ما بازی میکنی؟ شاید رفته باشم. بیا او رو میکشیم سینون. مجده گیر سلاحش رو گیر. تو را زنده نمیمانم. اونها رفته باشن عیبی من چی؟ من را نکشید. من دیها را خوب میدونم. آنها را به شما یافتم میدیم. مداغی نبلا خوب. بیدی بیاید میرویم. دخترم با من یاریدی. کمک کن. با او کمک کنه.
سینان نمونده که او را کشم. شتاب نکن دیدی. اگر خودتمون ده رو میگردیم. ما دکتر و معلمه را یافتن نمیتوانیم. کوششمان بیفایده است. مردم جهت جایشان را با ما نمیگویند. چیزی که آن دفعه نگفتم. چیکار میکنیم؟ گمان میکنم برای یافتن آنها راه دیگر هست. رافع، تو دخترت را میخواد. با جناب سبا مصلحت کردم. میدونم. با تو این طور میکنیم. به عوض دخترت دکتر. در پس خانه عاقل کهنه هست. سر کنید. بیزار جانم سواد چرا با آنجا میرم معلمه؟ ما نمیرویم فاطمه. آنها خودشون آمده ما رو تماشا میکنن. براستی آنها همینجا میآیند؟ ها شنیدید آنها میآمدند. واه چقدر اگر والی باید ما رو به شهر میبرند. راه گردد زودتر. بیایید بچه ها زودتر. ما نبا کفتگاه کردید باز چه میخواهید؟ یا از تو بپرسید آبیا. بیایید بچه ها. بیایید بدرون دروید. بیا جانکم. گذر درو. سرت رو احتیاط کن. تو با اون طرف. تو باشی به اونجا. بیا جانکم. شما نمی‌آیید. زینب دیگر جای خالی نیست. در درون نفس کشی دشوار می شود. دیدی در را شکن. در صندوق نور است. راست میگویی. کنی بیایید. در را شکنید زودتر. شکنید. اینجا خیلی تاریک است. پیدا کن از تاریکی میکن. بذار چراغ رو میبرم. خودتون را احتیاط کنید تایر. خاموش بچه ها. خاموش استفرما. همه جا را کوبید. استینا مگر نمیپرانم. سلاحهایتون را پرتایید. پرتایید گفتم. مایلش زودتر. مایلش امکی زبیر. اکنون دفع شده از اینجا روید. زودتر روید. دیدی گفته‌اش را کنید. ایسا حالا همه را من میکنی سینا. این خواهین را مژده میکشد. برو پران مژده. پران مژده.
دخترم نگاه کن اوزان بوده است. بفین من مادرت هستم. این کار رو نکن دخترم. بفین نپران نگویم. آفرین مجده. عاقبت خیانتکاری همین است. زود بدی دکتر رو میکوبیم. بدی در اینجا یک دریچه. بدی سینان در اینجایم. همینجایم. تسلیم میشوم. در آخر روبرو شدیم دکتر. دکتر از هرباز ابله گذر راهدار زودتر اخلاق کنی پیش در دکتر. راهگارد الله. خدای زیلون خدای زیلون یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک دکتر. آخر بیا آقای پرانی سینان بر تلفن را بردار. چی میگریزد؟ یگان راهی گریز دارد. الو منم سبا. شناختم جنابی سبا. دکتر دست نرسون. چی؟ چرا؟ امر سینان با اون طرفش کاردار نشو. در وقتش رسیدید. آدمانمون در دهند. قریب که دکتر رو میکشتند. چی لفظ سینان کرده باشد؟ من به تو گفته بودم سینان او را پرانیم. چرا به من مانع شدی؟ چرا؟ سینان سربازان به ده می آیم. چی میگویی که چه؟ خیز مجده سربازان می آیم. خیز حالا ایست دکتر. رفتیم گدی زودتر. حالا ایست دکتر. بازوا میخوریم. راه در گدی. خدای زیلون خدای زیلون چشمهایتون رو گشایید. خدای زیلون خدای زیلون خدای زیلون پیراهن تقدیم
سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.